فرایند بررسی یک حادثه. چنانچه قبلا ذکر شد، پس از وقوع حادثه در یک واحد صنعتی، چه حوادثی که منجر به مصدومیت کارکنان می‌گردد و یا حوادثی که صدمات جانی در بر ندارند، گزارش رویداد انجام می‌پذیرد تا با بررسی علل بروز رویداد، تصمیم‌گیری‌های لازم جهت اقدامات اصلاحی و پیشگیری از تکرار مجدد حوادث مشابه انجام پذیرد. به طور کلی، بررسی یک رویداد از هنگام وقوع دارای مراحل مختلفی می باشد و روش اجرایی آن در هر مجتمع و سازمانی طبق مدرک و دستورالعمل خاصی انجام می پذیرد که تقریباً محتوای تمامی این مدارک یکسان بوده و تنها ممکن است در برخی جزئیات نظیر مدت زمان لازم جهت تکمیل فرم‌های گزارش با یکدیگر تفاوت داشته باشند. در شرایط ناایمن و یا شبه حوادثی که منجر به جراحت یا آسیب به شخصی نشده است نیز افراد موظف به گزارش رویداد هستند. پس از آن کمیته مدیریت ریسک اقدامات لازم را جهت از بین بردن شرایط ناایمن که پتانسیل ایجاد حادثه را دارد انجام می‌دهد. به طور مثال، چنانچه شخصی هنگام بالا رفتن از نردبان متوجه شکستگی آن شود، ضروری است که این مورد را سریعاً گزارش نماید تا اقدامات لازم جهت عدم استفاده از نردبان مذکور از قبیل چسباندن برچسب استفاده نکنید انجام گیرد. علاوه بر فرایند بررسی حادثه در داخل سازمان، گاهی نیز فرایند تحقیق در مورد رویداد توسط شرکت‌هایی که وظیفه بررسی حادثه را دارند انجام می‌گیرد. به عنوان مثال، در کشور آمریکا، آژانس حفاظت محیط زیست EPA و مؤسسه تحقیقاتی ایمنی و خطرات شیمیایی CSB از جمله سازمان‌هایی هستند که به این امر می‌پردازند. وظیفه اصلی این مؤسسات تعیین و گزارش علت حوادث شیمیایی اتفاق افتاده است که منجر به مرگ، جراحت‌های جدی، آسیب به اموال، تجهیزات و محیط زیست می‌شود. این گزارش‌ها معمولاً شامل بخش‌هایی چون توصیف فرایند واحد مذکور، ذکر زمان و مکان دقیق وقوع حادثه، اقدامات ضروری انجام شده پس از وقوع رویداد، تعداد نفرات فوت شده و یا آسیب دیده، تجهیزات صدمه دیده، خسارات زیست محیطی، سازمان‌های هماهنگ کننده، مجموعه مدارک فیزیکی، نتایج حاصل از تست موارد منجر به حادثه از جمله کاتالیست و تجهیزاتی از قبیل ترموکوپل، بررسی آلارم‌ها، ذکر علت حادثه و در نهایت ارائه پیشنهادات و توصیه‌هایی جهت جلوگیری از وقوع مجدد حادثه میباشد. برخی مواقع سطح اطلاع رسانی عمومی بوده و گزارش حاصل پس از حذف اطلاعات محرمانه مربوط به واحد صنعتی که این رویداد در آن اتفاق افتاده در اختیار دیگران نیز قرار می‌گیرد تا عموم از یافته‌های نهایی، نتیجه گیری و توصیه‌ها استفاده نمایند. جهت واضح‌تر شدن بررسی رویداد در داخل یک واحد صنعتی، مراحل بررسی با توجه به دستورالعمل مجتمع پتروشیمی بندر امام شامل این گام‌ها میباشد: جمع‌آوری اطلاعات و گزارش رویداد. در صورت وقوع حادثه و یا شبه حادثه در محیط کار، افرادی که شاهد رویداد بوده‌اند موظفند کلیه مشاهدات خود را در اسرع وقت به صورت کتبی و یا شفاهی به اطلاع سرپرست نوبت کاری و یا سرپرست محوطه‌ای که رویداد در آن به وقوع پیوسته برسانند. سرپرست محوطه نیز باید فرم‌های گزارش مربوطه را تکمیل و حداکثر تا 24 ساعت در ایام عادی به سرپرست ایمنی مجتمع تحویل دهد. در روزهای تعطیل و غیرکاری نیز فرم‌های گزارش به کشیک ارشد وقت ابلاغ می‌گردد و کشیک ارشد وقت در اولین روز کاری فرم اطلاعات رویداد را به سرپرست ایمنی مجتمع ارسال می‌نماید. جمع‌بندی اطلاعات و تعریف اقدامات اصلاحی.
مسئولیت جمع‌بندی اطلاعات مربوط به حوادث مجتمع و تعریف اقدامات اصلاحی بر عهده سرپرست ایمنی مجتمع می باشد. بنابراین پس از دریافت گزارش اولیه رویداد، سرپرست ایمنی جهت تکمیل اطلاعات باید در محل وقوع حادثه و یا شبه حادثه حضور پیدا کند. با توجه به اینکه بخشی از اطلاعات و نتیجه گیری ها از صحنه حادثه حاصل می گردد، لذا تا حد امکان نباید تغییری در محل حادثه ایجاد گردد، مگر آنکه به دلایل فنی یا ایمنی حفظ شرایط مقدور نبوده که در این صورت باید از صحنه حادثه فیلم برداری شده و تغییرات به طور کتبی اعلام شود. در مورد شبه حوادث، چنانچه رویداد کاملا گویا بوده و اقدام اصلاحی نیاز به کمیته تحقیق رویداد نداشته باشد، سرپرست ایمنی خود اقدام به تکمیل فرم اقدام اصلاحی می نماید. اما در صورتی که شبه حادثه به وقوع پیوسته نیاز به نظر تخصصی گروه‌های مختلف دارد، سرپرست ایمنی حد اکثر ظرف مدت 1 روز باید از اعضای کمیته تحقیق و تفحص رویدادها جهت برگزاری جلسه دعوت به عمل آورده و نتایج حاصل از این جلسه در فرم اقدام اصلاحی وارد شود. اعضای این کمیته عبارتند از کشیکان ارشد زمان وقوع رویداد، رئیس واحدی که رویداد در آن به وقوع پیوسته، سرپرستان نوبت کاری وقت، سرپرست ایمنی مجتمع، شاهدین حادثه یا رویداد، نماینده ایمنی واحد و کارشناسان مرتبط با موضوع رویداد. در مورد حوادث، پس از آن که سرپرست ایمنی در محل وقوع رویداد حضور پیدا کرده و فرم گزارش اولیه رویداد را تکمیل نمود، تعریف اقدامات اصلاحی بسته به نوع حادثه به این شرح انجام می‌گیرد. 1. در مورد حوادث جزئی و قابل ثبت که علت وقوع آنها کاملا گویاست، اقدام اصلاحی مورد نیاز توسط دبیر کمیته یا نماینده ایمنی واحد مشخص شده و فرم مربوطه به رئیس واحدی که رویداد در آن اتفاق افتاده ابلاغ می شود تا طبق مهلتی که تعیین شده اقدامات در واحد مربوطه انجام گیرد. 2. حوادث ناتوان کننده و تلف کننده وقت که نیاز به بررسی تخصصی تری دارد به کمیته تحقیق ابلاغ می شوند. کمیته تحقیق نیز پس از تکمیل اطلاعات فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه را به رئیس واحد مربوطه اعلام می نماید. 3. خسارت‌های وارده به تجهیزات. کلیه خسارت‌هایی که به تجهیزات وارد شده و سبب توقف کل فرایند و یا بخش‌هایی از آن شده است، به کمیته تحقیق ابلاغ می‌گردد. کمیته موظف است که منابع خطر مشابه به رویداد به وقوع پیوسته را نیز مد نظر قرار داده و در صورت نیاز اقدامات پیشگیرانه را نیز به واحدها ابلاغ نماید. همچنین دبیر کمیته جهت اطلاع رسانی کارکنان رونوشت رویدادها را به رؤسای ادارات و جهت اطلاع رسانی به دیگر بخش‌های مختلف از طریق نشریه اعلام می‌نماید. پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعریف شده. دبیر کمیته تحقیق موظف است که اجرایی شدن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را مطابق زمان تعیین شده توسط مسئولین مربوطه پیگیری نماید و موارد نقص را به رئیس مجتمع، رئیس ایمنی و آتش نشانی منعکس نموده و برای بار دوم فرم اقدامات اصلاحی را تکمیل و ارسال نماید. اجرا شدن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعریف شده. پس از اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، دبیر کمیته ضمن بازدید از محل یا بررسی شواهد عینی موجود مرتبط با رویداد به وقوع پیوسته، اجرای اقدام اصلاحی و پیشگیرانه را تایید می‌نماید و رئیس واحد مربوطه فرم اقدام اصلاحی و پیشگیرانه بعد از وقوع رویداد را تکمیل می‌نماید. در صورت عدم تایید اقدام اصلاحی، موضوع مطابق گام سوم انجام می‌پذیرد. ارزیابی اثربخش اقدام اصلاحی و پیشگیرانه انجام شده. پس از طی مراحل گفته شده،
ضروری است که اثر بخشی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه اجرا شده در فرم ارزیابی تایید گردد و دبیر کمیته موظف است در صورت مشاهده حوادث مشابه مجدداً موضوع رویداد را بررسی نموده و ظرف مدت 10 روز مورد به کمیته ارجاع گردد تا تصمیمات جدی گرفته شود.